این آیت متوجه تنها علمای یهود نیست برادران، این آیت متوجه هر کسی است که شهادت به نزدش موجود است از جانب الله. کسی که علم به قرآن داره، کسی که علم به حدیث داره، امی علم از جانب الله برش داده شده یا نشده؟ و باز امی حقیقت پنهان میکنه، نمیگه. آیا تو چی گمان داری که الله محاسبه قطع نمیکنه؟ الله غافل است؟ کلا قطعا نه. تلک امت قد خلت، بله او مردم ناز نکنی، شما خدا بسیار کلان نتراشه. میگه صحیحه که ما خود قدر چیز نیستیم، که خود کلانای ما بسیار بزرگ تیر شده. کلانا که بزرگ تیر شده به خود مقام و منزلت داره، عملشان برای خود است. شما به خود مسئولیت داره، از عمل خودتان، از عقیده خودتان سوال میشه. در مورد عقیده از شما سوال نمیشه، در مورد عقیده شما از او سوال نمیشه. همین قسم در اعمالتان شما تلاش کنی خود عقیده درست پیدا کنی، عمل درست پیدا کنی. تلک امتون، و جماعتی که قبلا تیر شده، قد خلت، یقینا پیش تیر شده، لها ما کسبت، برای او جماعت نتیجه امو اعمالی از کسبت که خود برای خود انجام داده، ولکم برای شما ما امو نتیجه اعمالتان از کسبتم که خود انجام داده. هر کدام گروی عمل خود است. ولا تسالون عما كانوا يعملون، از شما هم سوال کردن نمیشه از آن چیزی که او مردم انجام داده. در اون مورد از شما سوال نمیشه، پس که از شما سوال نمیشه، در مورد شما از وا سوال نمیشه. هر دو رقم است. سیقول السفهاء من الناس، زود است که بگویه یا گفته اعتراض وقت کرده، خود چون که اعتراض میتور یک دفعه نیست، مسلسل دوام داره. الله تبارک و تعالی خباثت دیگه یهود بیان میکنه. یهود چطور میخوان علیه اسلام چی دشمنی را پیش بکنه؟ یادتان باشه یهود سرسختترین دشمن برای اسلام است. یک لحظه آرام نمی نشینه، تلاش میکنه چه قسم مقابله با اسلام بکنه. یکی از جمله شیوه های مقابله یا مبارزه از علیه اسلام امی بود که شبهه ها را ایجاد میکردن. یک تعداد مردمی که خب رسوخ در دین نداشت، واره بیچاره در دلشان شک ایجاد میکرد، در درویی قرار میگرفتن. قرآن برای ما معرفی میکنه که شک انداختن در دل مردم این شیوه یهود است. این شیوه چی است؟ یهود است. اتور گپا را میزنه که سبب تردد مردم شوه. یک تعداد مردمی که حقیقت خب ایمان در قلبشان راسخ نشده بود، با مجردی که تحویل قبله آمد، پیغمبر علیه السلام اول که هجرت کرد مدینه منوره 16 یا 17 ماه نماز طرف چی خوند؟ بیت المقدس. دو روایت وجود داره. یک روایت است که پیغمبر علیه السلام از امی اولم حتی در مکان که بود نماز طرف بیت المقدس میخواند. در کعبه در جانب استاد میشد که کعبه هم داده روی می آمد و روی هم طرفی کی می بود؟ بیت المقدس می بود. اولین نمازهایی که پیغمبر میخواند این طرف بیت المقدس بود. بعد از هجرت در مدینه به مو مسلک یا به مو شریعت باقی مانده بود، طرف بیت المقدس نماز میخواند. اما تمنای آرزوی پیغمبری بود که کعبه باید قبله برای مسلمان ها بگرده. الله تبارک و تعالی تحویل قبله را، تبدیل قبله را در اونجا سرش نازل کرد و پیغمبر مامور شد که طرف بیت الله روی خدا بگردانه. یک روایت است دیگه در اینجا یک دفعه نسخه آمده که روی اصلا طرف قبله اصلا طرف بیت المقدس بوده. الله تبارک و تعالی آیات روان کرد، قبله طرف بیت المقدس منسوخ شد، حال قبله طرف بیت الله شد. روایت دومی طور است که نه، پیغمبر علیه السلام در مکه مکرمه بیت الله قبلش بود. زمانی که در مدینه رفت اونجا طرف بیت المقدس نماز خواند. خو لیکن تمنا و آرزویشی بود که باز طرف بیت الله نماز بخونه. در اینجا دو نسخه میه. اول پیغمبر نماز میخواند طرف کعبه، بعد از هجرت در مدینه منوره مامور شد که طرف بیت المقدس نماز بخونه. یعنی تحویل قبله از بیت الله طرف بیت المقدس این منسوخ شد، از بیت الله منسوخ شد طرف بیت المقدس شد. باز بعد از 16 یا 17 ماه بعد پس از او باز مامور شد که پیغمبر طرف بیت الله نماز بخونه. در این صورت نسخه چند دفعه میشه؟ 2 مرتبه میشه. خیر به هر ترتیب الله تبارک و تعالی فلسفه تحویل قبله را ام اجمالا جواب میگه ام تفصیلا بر ما جواب میگه. در اینجا این گپا کلش واضح میشه. خو لیکن بسیار بهانه بزرگ و دامنه تبلیغات خیلی سو برای یهود میسر شد.
زمانی که پیغمبر علیه السلام 16 بامداد طرف بیت الله روی خود دور داده عبادت ها، یک سر و صدا پیدا شد، مردم زمزمه بود هر مجلس. همین بود که چی رقم دین است برادران؟ یا طرف بیت المقدس نماز خواندن حق بود یا ناحق؟ اگر حق بود چرا عالی میگرده طرف بیت الله؟ اگر ناحق بودی قدر مردم که نماز طرف بیت المقدس خوانده و عالی وفات کرده، این نمازهای از یا چطور میشه؟ اینی و مشابه و اعتراض یهود بود که زمزمه میکردن. و یک تعداد مردمایی که جدید الاسلام بود، بیچاره معلومات کافی در این مورد نداشت، در دوراهی قرار گرفتن، سخت تردد و پریشانی برشان میاثر شد و این سبب گمراه کردن مردم میشد. نعوذ بالله. قرآن کریم بر ما بیان میکنه که یک کسی خواه دین حق هیچ دعوت نمیده، بلکه سبب مانع جور میشه برای پذیرفتن دین حق برای دیگران. یک تعداد علما در جامعه ما وجود داره، الله علمای حقانی را از او دور داشته باشه. او مردم نه تنها که مردم حق برشان تعلیم داده، بلکه مانع حق پذیرفتن دیگران هم شده. او مانع حق پذیرفتن دیگران چی رقم میشه؟ همون شخصی که یقینا به قرآن دعوت میده، اون مردم ها برش چی میگه؟ قطمه یک جای بوده پاکستان، ما او را میشناسم، قابل اتباع نیست، او آدمی خراب است. باز میگه اول خو براتون خواب قرآن حدیث میگه، خدا آخر شما را گمراه میسازه. این گپا را براتون میگه نمیگه؟ الله تبارک و تعالی مردم ها را جواب میده. خب این را چرا جواب میگه؟ این مسئله بسیار تاثیر بزرگ در دعوت پیغمبر علیه السلام داشت. پیغمبر علیه السلام بسیار خسته میشد، صحابه خسته میشد. الله تبارک و تعالی قبل از اینکه اعتراضا واقع شود، پیغمبر خبر داد که پیغمبر از صبر و حوصله کار بگی، تو همینطور آرام زندگی نمیتونی، این تو تبلیغات شوه که پرسان نکن. پشتی مردمی که حق پرست باشه دعوت به سوی حق میده، تبلیغات شروع میشه. کسی شاعر میگه، کسی چی دیوانه برش میگه. پیغمبر ها همینطور دیده. عالمی که رنج ندید در دینی خود، در دعوتی خود، عالم نیست. حقام قطش نیست، بیا کلی مردم قطش اتفاق داشته باشه، هیچ کسی قطش مخالفت نداشته باشه، نه سودخور، نه بینماز، نه دوز، بگوی نه نعوذ بالله، نه شرابخور، هیچ کس قطی کلگی است. هر جنازه را میخونه، اگر تابوتش از هر جای میآید، او جنازه را میخونه که کلی عمر در دشمنی اسلام در مملکت خارجی در جاسوسی تیر کرده. خوی مردکه در سر شهدا میخونه و با مردم هم میگه که خوب آدم بود. ایران میگه اینطوری مردم پیدا میشه، اینطور مردم است. پیغمبر علیه السلام ادا تسلی میده. یا اعتراض کرده، خوی اعتراض یک دفعه نیست، مسلسل است، از خاطر تعبیر با مضارع کرده سیقولو. یا است که تعالی اعتراض نشده، وقت الله پیغمبر و صحابه را آگاه میکنه که رمی رقم گپا میشه. خب فکرتان باشه که اعتراضات بسیار اهمیت نداره. چرا نداره؟ کلی مردم نیست، بعضی مردم است. در بعضی مردم احمقاست، اما مردمی که عقلش نداره نمیگه که اعتراض سری الله تبارک و تعالی است. فرمان الله است که به پیغمبر میگه این طرف نماز بخوان، او طرف نماز بخوان. ولی معتبر خوی نیست که نمازم طرفی کجا است. معتبر است که الله چی فرمان میده. معتبر است که الله چی فرمان میده او چی حکمت داره. حکمتش نمیسته که عالی معلوم کنه که کی واقعا از اخلاص و صداقت فرمان الله را پذیرفته، که هر طرف فرمان الله میرسه این چرخ خورده رویسته. چرا این تابع الله است. این تو را مردم جدا شوه از اون مردمایی که نعوذ بالله بنابر خواهشات چی کرده؟ بگه دور میخوره هر طرف، این با هم جدا شوه. از او خاطر الله تبارک و تعالی عالی بیان میکنه سیقول السفهاء، زود است که بگویه او کسایی که عقل نداره. از این معلوم میشه هر کسی که سری عملی پیغمبر علیه السلام، سری عمل کردی صحابه اعتراض میکنه، قرآن او را به نام صفی معرفی کرده. یعنی مردمای بی عقل کسانی هستند که سری عملی پیغمبر انتقاد داره، سری عملی صحابه کرام انتقاد داره. این عملی کی بود؟ روی کردن طرف بیت الله، عملی پیغمبر و عملی صحابه بود. امروز سری حدیث پیغمبر، عمل کردی پیغمبر که کسی انتقاد میکنه، او صفی هست. او صفی است. کسی که رفع الیدین انتقاد میکنه، آمین بالجهر انتقاد میکنه، اشاره را انتقاد میکنه و دستا را اینطور بالا کردن انتقاد میکنه، دست بسته کردن انتقاد میکنه، صفی است. راستی هم صفی است. چرا که به حدیث پیغمبر تعلق نداره، رابطه نداره، حدیث پیغمبر را نخونده.
اما طور اعتراض انتقاد میکنه. البته میگه همین دین ما وحی آسمانی است، دیگه دین وجود نداره. قرآن میگه اینجا، خودش میگه من الناس، از مردم زود است که بگوید مردمای بیعقل از مردم، ما والله هم چی چیز باعث شد که یارا گردانید عن قبلتهم، از قبلشون که بیت المقدس است، التي هم قبله کانو که بودن علیها بالای قبله، یعنی رو طرف قبله میکردن. قل بگوی پیغمبر علیه السلام جوابا میده، دو قسم جوابا، یکی اجمالی یکی تفصیلی. ای اول جواب اجمالی است. علت اولی تحویل قبله چیست؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام لله المشرق، در اختیار الله است، در ملکیت الله است، مشرق و المغرب و مغرب، هر جهت که جهت ها در جهان دیده میشه کل جهت های کیست؟ در اختیار کیست؟ مهم نیست که کدام طرف الله فرمان میده، مشرق یا مغرب. یهدی من یشاء، هدایت بکنه الله کسی را که الله بخواه، الی صراط مستقیم، برای مستقیم. پس تحویل قبلم در زیر نمی هدایت داخل است. کسی را الله تبارک و تعالی قلبش و باز می سازه، متوجه ای گپ است که امر فرمان از جانب الله است، بسر و چشم می پذیرم، مخالفتش نمی کنم، عقل جنگی نمی کنم، نمیگم که چرا چرا چرا، بلکه من مملوک هستم، زیر فرمان الله هستم که الله مرا میگه این طرف این طرف، او طرف او طرف، خلاص. و كذلك جعلناكم امه وسطا، و كذلك مثل که اینمی قسم در قبله شما را کامل ساختم، مرتبه و مقام و منزلت براتان دادم، اینمی قسم گردانیدم شما را امتا، یک جماعت وسطا، یکی در میان است، لتکونو که شوی شما شهدا، شما شاهدا شوی علی الناس، بالای مردم در روز قیامت و در دنیا هم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، باشه پیغمبر بالای شما شاهد، پیغمبر بالای شما شاهد شود. الله بیان میکنه که امت شما بهترین امت هستی، امت وسط هستی، در میانه، افراط و تفریط یاد نداره، نه افراط میکنی نه تفریط، عقیده تان در میانه است، مکمل موافق فطرت است، به خاطری که شاهدی بده بالای مردم در روز قیامت. یکی شاهدی بالای مردم در دنیا است، یکی شاهدی در آخرت است. در دنیا شاهدی بده، دو قسم شاهدی، یک شاهدی به این میده وقتی که یک کسی وفات میکنه شما نماز سرش میخوانی، مسلمان ها اگر همون مرده را شاهدی بده 40 نفر که شرک به الله نکرده باشه بگوید که آدمی خوب است، الله جنت برش واجب میکنه. یک جنازه تیر شد، صحابه گفتن بسیار خوب آدم بود، پیغمبر علیه السلام گفت وجبت. دوم جنازه تیر شد، گفت خیلی بد آدم بود، پیغمبر علیه السلام گفت وجبت. صحابه پرسان کرد یا رسول الله چی ثابت شد؟ گفت اول جنازه را مدح کردی، شما امناستی، شما شاهدای الله در روی زمین هستی. در مورد یکی شما شاهدی داده که آدم خوب بود، جنت برش واجب شد، ثابت شد. در مورد دوم شما گفته که آدمی بد بود، جهنم برش ثابت شد. شما شاهد هستی. شاهدی دادن امت بالای مرده است در دنیا. دوم شاهدی بالای دعوت و تبلیغ است. امت پیغمبر علیه السلام شاهدی میده که هر پیغمبر در امت خود رسالت خود به پای تکمیل رسانده، مردم در حق دعوت داده، هیچ نوع کمی کوتاهی و قصور نکرده. یکی شهادت در آخرت است. در آخرت الله تبارک و تعالی سوال میکنه از پیغمبر، ای پیغمبر کدام رسالت ذمه‌واری که برات داده بودم به امتت رساندی؟ پیغمبران علیهم السلام کلگی میگه که بله یا الله. بعد از امتا سوال میکنه، امتا را جمع میکنه الله، هر امت سوال میکنه پیغمبرت ذمه‌واری که من برش داده بودم براتان رسانده، شما را به دین حق دعوت داده، واقعی عذاب هیبتناک جهنم مشاهده کرده، آلی فکر میکنه که اگر انکار کنیم شاید رای خلاصی ما باشه. میگن نه پیغمبرها بر ما دعوت نداده. الله تبارک و تعالی سوال میکنه از انبیا علیهم السلام، سر ادعایتان که شما میگی رسالت ما ذمه‌واریش ادا کردیم شاهد داره؟ گفت بله، امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امت پیغمبر علیه السلام الله سوال میکنه شما شاهدی میده؟ گفت بله، هر پیغمبر به امت خود مکمل دعوت داده، رسالت خود تکمیل کرده. یک دم قوما میخیزه، احتجاج میکنه، انتقاد میکنه، ما از زمان سابق تیر شدیم چندین هزار سال پیش، این مردم ها آخری امت است که آمده، در زمانی از یا ما موجود نبودیم، شاید کسی را میگه که در مو زمان موجود باشه، این امت خود موجود نبود، شایدی از یا قابل قبول نیست. چرا در زمانی ما یا موجود نبودن؟ الله تبارک و تعالی امت پیغمبر مخاطب قرار میده، چی میگه در انتقاد از یا؟
امت پیغمبر میگه بله یا الله، کتابی را تو روان کرده بودی توسط پیغمبری خود. او کتاب تمام داستانای انبیا علیهم السلام بر ما کما هو، امور رقم که بوده امور رقم بر ما بیان کرده بود. در اونجا کلی مسائل ذکر شده بود که پیغمبرها دعوت داده بود، خومتا قبول نکرده بود. برای تزکیه شاهدی امی اومد از پیغمبر علیه السلام سوال میشه که تو کتاب آورده بودی، بیان کرده بودی؟ پیغمبر میگه بله، شاهدی امت پیغمبر در حق کل امتا قبول میشه. پس ای امت پیغمبر، مقام و منزلت تو میشناسی؟ ارزشی که تو داری به نزد الله میشناسی؟ آخری امت هستی، امتی که الله تو را معرفی کرده که سری امتهای دیگه شاهد باید باشی. شاهدی را که آدم داده میتونه؟ آیت بر ما چی درس میده برادرها؟ خبرداره؟ خواهرها خبرداری که آیت بر ما چی درس میده؟ شاهدی را وقتی داده میتونیم که قرآن خوانده باشیم، داستانای انبیا علیهم السلام مکمل خوانده باشیم، سوره هود بخوانیم. سوره هود بخوانه که بعد از او براتان معلوم شود که انبیا علیهم السلام چی تکلیفایی کشیده و امتها در مقابل انبیا علیهم السلام چی کرده. یک پیغمبر نامده که مردم در گردنش گل انداخته باشه، تقدیر کرده باشه، بس کسی پیغمبری خود قتل کرده، کسی تکذیب کرده، کسی پیغمبر گفته که الا کرای ماره ایرا بیرون بکشه، پیغمبر در منطقی خود باقی نمانده، بیچاره مجبور به هجرت شده. همینطور حالتا را دیده. اونجا بر ما معلوم میشه که قرآن نخوانده باشی شاهدی داده میتونی. ما ضرورت داریم که کتاب الله را بخوانیم، مطالب قرآن بدانیم که قرآن برای ما چی حالتا را بازگو میکنه. او ما اگر داستانی انبیای سابقه را مطالعه بکنیم، طرز زندگی خدا میفهمیم که ما چی مسئولیت داریم در برابر پیغمبری خود. پیغمبر کدام شخصیت است و ما چی مسئولیت داریم؟ زندگی خدا با کدام سیستم پیش ببریم؟ آیا گپ پیغمبر رد کنیم یا نه که در خرد و بزرگی خود رجوع به سوی کی کنیم؟ پیغمبر. در تمام زندگی خود، کارهای زندگی خود رجوع به پیغمبر بکنیم که پیغمبر چی دستور میده. طفل ما تولد میشه، پیغمبر چی دستور داره در تولد طفل ما. ما توی داریم، پیغمبر چی دستور داره در مورد توی. مرده شده، پیغمبر چی دستور داره. ما قطعی کسی دیگر رابطه پیدا میکنیم، همسایگی میکنیم، قطعی دولت رابطه پیدا میکنیم، پیغمبر چی دستوراتی داره، چی تعلیماتی داره. رجوع کردیم؟ راستی تا نبگویم. ما رجوع نکردیم، نه در طفل پیدا شدن خود، نه در کلان شدن رجوع نکردیم. در نماز خود رجوع نکردیم که پیغمبر چی رقم نماز خوانده. در روزه خود عوام ما کلش وقتی که بیگاه میشه چی میگه؟ اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت و بصوم غد نویت. روایات خود ساختگی را یک جای میکنیم، خود دعایی که پیغمبر گفته او را یاد نداریم. عمر ما میبراید دعایی که پیغمبر گفته او را یاد نداریم. حدیث ضعیف یاد اللهم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، همین قدر آمده در حدیث ضعیف، اما در حدیث صحیح ثابت نیستی. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، این در حدیث صحیح آمده. خب ما کلی عمر حدیث ضعیف، ملای امام همین دعا را یاد نداره. نان که میشینه الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا، بازوان نمیگه که وجعلنا، چی میگه؟ وجعلنا، ما گردانیدیم. فرقم نمیتونه در جعلنا و در جعلنا، در این قدر فرق نمیتونه. ملاهای ما دیگه ملا چی میگه؟ دعا کی میکنه؟ دستم بالا میکنه و این تعد نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. ای نعمت الله را شمار کنی پوره کردن نمیتونی. دعا بکو، شکر بکش، روڑی خور. تو ما را وعظ ایجا نکو، ایجا وقتی وعظ نیست، وقتی شکر کشیدن است. الحمدلله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول ولا قوة منی. کل صفتای کمال برای الله است که مرا این طعام داد، این شراب داد بدون توانمندی و طاقت. اگر الله ای را همکاری نمیکردی طعام برای ما جور میشد. اینجا بگو الحمدلله، شکرگزاری الله را بگو. دستم بالا نمیشه اینجا، این شکرگزاری سی دعا نیست. باز دعاها دو قسم است. در دعای موصول که از خودی پیغمبر نقل شده، در اون دعا دست بالا، اگر اون دعای ما دیدن است، اگر اون دعای قبرستان است، اگر اون دعای دسترخوان است، اگر اون دعای مسجد داخل شدن است، بیرون شدن است، خانه داخل شدن است، بیرون شدن است، تشناب رفتن است، بیرون شدن است، این دعاها دعاهای موصول است، ما دیدن است.
آذان است که میشنوی کلماتش جواب میگی. در کلی دعاها دست بالا شدن نیست. پیغمبر بالا نکرده نمیکنی، همین قسم دعا میکنی خیر و خلاص. اگر تو دعا نکردی مردم میگه دیدی؟ دیدی؟ من خود گفتم که همون رقم است. بیچاره طالب تو عمل و سنت رسول الله بکو دیدی میگه. دیدی از او چی مانا؟ از دین برآمده. از دین برآمده. تا یه حد سر حد گپ ما رسیده. الله رحم بکنه. بله اگر ما رجوع نکنیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چطور شده میتونه که ما امتی باشیم که در روز قیامت شاهد باشیم؟ شهادت وقتی نصیب ما میگرده که ما قرآن بخوانیم، داستانهای انبیاء علیهم السلام با ما معلوم باشه. دوم قول و کذالک جعلناکم، این همی قسم که الله تبارک و تعالی براتان قبله گردانید، کعبه را، به خاطری که کعبه وسط دنیاست، مرکزی دنیاست. کل دنیا به اعتبار کعبه در وسطش قرار داره، خطوطی که بر ازی میرسه وسطیت ادعا داره. این همی قسم جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امتی برگزیده عادل، اینجا وسط به معنای عادل، شما را امت عادل قرار دادیم. لتکونوا شهدا، که شما شاهدا باشی، علی الناس، بالای مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر بالای شما شاهد باشه. ما شما را عادل گردانیدیم. ضرورت برای شاهد عدالت است و شما هم عدالت داره. بالکل قومی با انصاف هستی، تعصب معصب نمیکنه، طرفداری مرفداری نمیکنه، حق میگه. پس این امت وقتی این کمال پیدا میکنه که بالکل تعصب نداشته باشه، نه گروهی، نه تنظیمی، نه قومی، نه جغرافیایی، هیچ نوع تعصب نداشته باشه، نه مذهبی نه طریقی، تعصبات نداشته باشه، با انصاف قوم باشه، پشتیوانی حق باشه، که هر جای حق است طرفداری از او باشه. دوم ترجمه و کذالک، اینمی قسم جعلناکم گردانیدم شما را امتا وسطا، امت ممتاز، خیلی مرتبه بالا برتان دادیم. چرا؟ لتکونو، که شما شوی شهدا، بیان کننده حق، علی الناس، بالای مردم. مرتبه مقامی که برتان دادیم به خاطری دادیم که کلیتان این رسالت و ذمه‌واری داری که حق به مردم بیان کرده بری. الله اکبر. معلمین جور شوی، معلمین دعوتگرا جور شوی. مومن زندگیش بی دعوت نیست. هر مومنی که زندگی بی دعوت داشت مقام نداره، منزلت نداره. مقام و منزلت مومن در دعوت است. ما و شما باید دعوتگر باشیم، خود ساخته باشیم، دیگران را هم دعوت بدیم. لتکونو، که شوی شما شهدا، بیان کننده حق، معلمین، علی الناس، بالای مردم. چرا؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر باشه بالای شما بیان کننده حق پیغمبر بیان کرده برای شما توسط صحابه رسیده، شما هم به مردم بیان بکنی. از او خاطری امتیاز الله براتان داده، بهترین امت جور شده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این مقام برای شما در اینمی صورت است که شما دعوتگرا جور شوید، امر بالمعروف و نهی از منکر بکنید. اینی وظیفه تان شوه، اینی مسلکی تان شوه. کلگی را، تنها مولا را نمیگه، تنها عالم نمیگه، کلگی مومن اونمو کسی است. مرد ما دعوتگر، زن ما دعوتگر، جوان ما، پیری ما، کلگی دعوتگر. در هر مقام، در هر منطقه، در هر جایی که هستی دعوتگر باشی. در چوکی محترم کشیشتی دعوتگری تا شروع. اینی خصوصیت امت است و الله برای ما امتیاز داده. وسط بهتر هم میگه، ممتاز هم میگه، چیزی خوبه، چیزی که خیر است و خوب است او را میگه. او وسط ای را هم میگه که در میانه باشه. از این معلوم میشه که الله این امت در میانه پیدا کرده. در عقیده در میانه است، در عمل در میانه است، در اقتصاد در میانه است، در سیاست در میانه است، در ارزش‌های علمی در میانه است، در همه امور امتی در میانه است.